آدم‌ها وقتی که ازدواج میکنن یا توی رابطه عاطفی خیلی عمیق میرن، گاهی اوقات انتظاری که از همدیگه دارن این که خب طرف مقابل من الان دیگه همه کس من میشه، همه کس من، همه چیز من. حالا این تو جمله شاید قشنگ باشه، یه نفر به پارتنرش بگی تو همه کس منی، ولی ببینیم پشت این داستان چقدر میتونه آسیب ها باشه. از نظر عاطفی هیجانی میتونه بسیار برای فرد مقابل این خانم یا آقا ارزشمند باشه، ولی نباید خیلی از مرزها شکسته بشه. منی که وارد رابطه عاطفی میشم از نظر روانی نیاز دارم به تفریح، نیاز دارم به شغلم، نیاز دارم به استقلالم که بتونم با خانوادم در ارتباط باشم، بتونم با دوستانم در ارتباط باشم و این باز رفع نیازه برای دو طرف مطرح میشه. سلام سلام به همه شما عزیزانی که امروز توی این لایو هستین و به ما میپیوندین برای این گفتگو و همه دوستانی که بعداً به صورت ضبط شده این لایو رو میبینن. خیلی خیلی خوشحالم که امروز یه لایو دیگه داریم با یه موضوع مهم به اسم اشتباهاتی که مهلک هستن در رابطه و میتونن رابطه ما رو به نابودی بکشونن. ممنون از شما که همراه ما هستیم. قطعا همه میدونیم که یعنی تو زندگی همه ما روابط نقش خیلی خیلی مهمی رو ایفا میکنن و اگر که به درستی مدیریت نشن میتونن که آسیب‌های خیلی جدی رو به ما وارد بکنن. امروز همراه با خانم زهرا صابر از روانشناسان خوب تیم مدینفینیت میخوایم در مورد اشتباهات و غفلت هایی که در رابطه معمولا ایجاد میشه صحبت بکنیم و یه مقدار در مورد تصورات و انتظارات غلط از رابطه، تعریف غلط از رابطه، تعریف غلط از خوشنودی و رضایتمندی در رابطه، مخصوصا در اوایل رابطه، و همینطور باورهای غلط رایج صحبت بکنیم و امیدوارم که این گفتگو بتونه برای همه ما مفید باشه که بتونیم روابط مؤثرتری رو بسازیم. مهمون عزیز امروزمون خانم زهرا صابر هستن که از روانشناسان تیم مدینفینیت هستن. ایشون روانشناس بالینی و ارشد روانشناسی شخصیت دارن و زوج درمانگر و درمانگر فردی هستن با تمرکز روی روش‌های EFT و CBT. من ایشون رو دعوت میکنم، ولی قبل از اون خودم رو هم معرفی بکنم. من نصیبه امیری هستم، بنیانگذار و مدیر اجرایی پلتفرم مدینفینیت که یک پلتفرم آنلاین ارائه خدمات روانشناسی به مهاجرین و فارسی زبانان خارج از ایران هست. اگر که به پلتفرم ما سر زدید، اگر هر سوالی داشتید و یا پیشنهادی داشتید، ما استقبال میکنیم. حتما اون رو با تیم پشتیبانی به شماره تلفن در واقع که روی وبسایت که گذاشته شده با تیم پشتیبانی ما در ارتباط باشید و مطرح بکنید. خب من خانم صابر رو الان امروزمون رو شروع بکنیم. اگر هر سوالی داشتید حتما در قسمت کوئسچن باکس برای ما بفرستید که در انتهای لایو بهش بپردازیم. سلام زهرا جان. سلام نصیبه عزیزم، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشیم و سلام و درود به همه عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم و بعداً این لایو رو میبینن. امیدوارم که لایو مفیدی واقع بشه براشون و بتونیم خوب یاد بگیریم. ممنون از شما، خیلی خیلی متشکرم. منم همینطور امیدوارم که بتونه این گفتگو برای افراد مفید باشه و اگر که براشون مفید بود با دوستان دیگرشون هم به اشتراک بذارن. خیلی ممنون از شما. بنابراین اگر بخوایم لایو شروع بکنیم و بپردازیم به گفتگو امروز که خب موضوع خیلی مهمی هست، من فکر میکنم که از اینجا شروع بکنیم که شما به عنوان روانشناس چه اشتباهات رایجی رو دیدید که معمولا در روابط عاطفی پیش میاد که مهلک هستن در واقع، و اینکه اصلا زمینه ساز این اشتباهات چیه و چه جوری میشه که در واقع این اشتباهات به وجود میاد. حتما
واقعیتش قبل از اینکه بریم سراغ اشتباهاتی که خب خیلی از زوجین در اتاق درمان ما ازشون میبینیم، میشنویم و مواجه هستیم، شاید لازم باشه که یه سری از غفلت‌ها و سهل‌انگاری‌هایی که ما قبل از شروع رابطه یا ابتدای رابطمون ازش غافل هستیم رو اینجا مطرح بکنیم. ببینید، وقتی که ما یه وسیله جدیدی رو میخوایم داشته باشیم، یه گوشی جدید، یه لپتاپ جدید، هر چیزی که میخوایم جدید باهاش مواجه بشیم، اول از همه درون خودمون فکر میکنیم که خب من این وسیله رو میخوام تهیه بکنم، کدوم یکی از نیازهای من پاسخ داده بشه. میخوام باهاش مثلا تصویر برداری بکنم، میخوام سرچ داشته باشم، چه کاری میخوام انجام بدم. پس با خودمون اینو فکر میکنیم که نیاز من نسبت به این وسیله چی هستش، چه انتظاراتی از این وسیله من دارم، و بعد میرم یادش میگیرم که حالا این وسیله به چه شکلی میتونه به من خدمات بده. ولی متاسفانه خیلی از ماها، نصیب جانم، تو بحث رابطه عاطفی، موضوع به این مهمی، غافل میشیم از یاد گرفتن در ابتدای رابطه. یعنی فکر میکنیم که خب چون به یک بلوغ جسمی و جنسی و سنی رسیدیم و حالا یک درآمدی هم هست، الان دیگه وقتشه که حتما وارد رابطه عاطفی بشم. در صورتی که بسیار نیاز داره که ما اینو در همون ابتدای داستان یادش بگیریم که چی؟ یک، حقوق منی که میخوام وارد این رابطه بشم چه ها هست؟ چه انتظاراتی دارم از پارتنرم، از همسرم؟ و از اون طرف پارتنر من و همسر من چه انتظاراتی از من خواهد داشت؟ یعنی من چه مسئولیت هایی رو هم نسبت به طرف مقابلم دارم. زندگی مشترک یه رابطه دو طرف است دیگه. ما با هم میریم تو رابطه، با هم ازدواج میکنیم، با هم زندگی میسازیم، با هم بچه دار میشیم، با هم بچه میخوایم تربیت بکنیم، با هم هامون با هم خوشنود میشیم، با هم غمگین میشیم. برای این با هم بودن ها که درست پاسخ داده بشه، نیاز داریم بدونیم پس من چه انتظاراتی دارم و چه مسئولیتی نسبت به انتظارات طرف مقابل. پس این قسمت اول از اون ابتدای داستان. قسمت دوم، بعد از اینکه حالا در مورد حقوق خودمون اطلاعات پیدا کردیم و حقوق طرف مقابلمون، حالا خوبه بدونیم که خب من میخوام الان تو این رابطه برم، چه فرصت‌هایی رو انتظار دارم طرف مقابلم برای من فراهم بکنه. یعنی چی؟ یعنی که میخوام درسمو ادامه بدم، میخوام کار بکنم، میخوام خونه دار باشم، کارم طوریه که باید سفر برم. فرصت‌هایی که برای من مهم هست رو بدونم، بشناسم. واقعا گاهن عزیزان میخوان برن تو رابطه، برای مشاوره پیش از ازدواج که میان، من نوعی ازش میپرسم به عنوان زوج درمانگر و مشاوره پیش از ازدواج، میگه نمیدونم، فکر میکنم کیس خوبیه دارم میرم تو رابطه باهاش. میگم اوکی، این مال اون ور داستانه. خودت چی میخوای از رابطه؟ انتظارات خودت چیه؟ فرصت هایی که برای شما مهم هستش که در واقع پاسخ بگیری تو رابطه، چه فرصت هایی هستش؟ پس یک، بحث حقوق ما تو رابطه و طرف مقابلمونه. دو، فرصت ها و انتظاراتی که من و پارتنرم از رابطمون میخوایم و این فرصت ها رو، نصیبه عزیز، فقط طرفین برای خودشون میتونن تعریف بکنن. یعنی یه نفر دیگه نمیتونه بیاد بگه آها ببین الان این انتظاره رو هم لابلای اون انتظاره جا بده. نه، کاملا فردیه، بستگی به فرهنگ اون افراد، اون دو نفری که دارن میرن تو رابطه دو عضوی، بستگی به اون اون خواسته هاشون، نیازهاشون، همه اینا بستگی به دو طرف داره و این رو فقط دو طرف باید براش تعیین تکلیف داشته باشن. من فکر میکنم برای شروع مقدمه کافیه فقط همین دو تا آگاه باشیم. خیلی از عزیزان میگن خب میدونیم ولی بیانش نمیکنن. ببینید عزیزان دلم، ما وقتی که میخوایم یه رابطه رو شروع بکنیم، نیاز داریم به همین دو موردی که در ابتدای جلسه امشب داریم بهش اشاره میکنیم خیلی واضح و روشن و شفاف بیانش بکنیم. تو ذهنم دارم به درد شروع رابطه نمیخوره. این تو ذهن شماست. طرف مقابل شما از چرخه افکارتون، ادراکتون، احساساتتون هیچ بینشی نداره. پس شما موظف هستید بیان بکنید و انتظار داشته باشید از طرف مقابل هم این مسئله شنیده بشه.
زهرا جان، خب حالا چون بحث انتظارات شد، من سوالم اینه که آیا انتظارات ما، خب ممکنه ما یه ایدئالی برای خودمون داشته باشیم از رابطه تصور و انتظاراتمون بر اساس اونها باشه. این انتظارات آیا یه چیزی هن که باید تنظیم بشن، واقع بینانه باشن، نه واقعا اون چیزی که همیشه ایدئال ما بوده بود، تو تصورات و آرزوهامون بوده رو باید بگذاریم؟ اینجا خودش یه بحثی هستش ولوش اینکه این انتظارات چجوری باید تعریف بشن. یه سوال دقیقاً دیگه هم دارم، اگر ببخشید اگر در همزمان همینجا بتونید جواب بدین، و اون اینه که آیا تفاوت میکنه در واقع این حقوق و انتظارات از نوع رابطه؟ چون ممکنه که ما روابط عاطفی مختلفی داشته باشیم، یعنی ممکنه که حالا رابطه طولانی مدت تر باشه، انواعش به هر حال متفاوته. یه رابطه ممکنه کوتاه مدت تر باشه. آیا اونجا یعنی اون رو هم یکم صحبت بکنیم که این نوع رابطه‌ای که انتظار داریم، البته فکر می‌کنم جزء همون انتظارات وارد بشه که باید گفته بشه به پارتنر، ولی این رو هم یکم اگر تونستین راجع به صحبت بکنیم ممنون میشم. حتما نصیبه جان. بحث رابطه، بیشتر افراد طالب این هستن که وارد یک رابطه عاطفی بشن، یعنی طالب یار هستن، یک رابطه دو عضوی که شروع بکنن در واقع مسیر زندگی جدیدشون رو. حالا یا میخواد تو بحث رابطه عاطفی کوتاه مدت تر باشه، یا بحث رابطه عاطفی که به ازدواج ختم بشه. خب ولی این نکته رو ما باید در نظر بگیریم، چه تو دوران دوستی برای رابطه عاطفی چه برای ازدواج، همه افراد برای رفع نیازهاشون وارد رابطه میشن. حالا میریم جلوتر متوجه میشیم معنی این صحبت. شاید الان یه ذره شنیدنش سخت باشه درکش، ولی کاملا مشخصا این موضوع رو باز میکنیم. پس همه افراد برای رفع نیازشون وارد رابطه میشن، چه کوتاه مدت چه بلند مدت برای ازدواج. و مهمم هست، چون یکی از نیازهای اساسی همه انسان ها نیاز به عشق و تعلقه. یعنی با همین ورود به رابطه مشترک، رابطه دو عضوی، همین نیازه داره تیک میخوره که حالا جلوتر این نیازه قوی‌تر و غنی‌تر میشه. اما ما یه تصویر مبهمی داریم نصیبه عزیز از بحث رابطه عاطفی یا ازدواج. فکر میکنیم که خب رابطه عاطفی یا ازدواج یه اتاقه که ما درش رو باز میکنیم، واردش که میشی دیگه همه چی خوش رنگ و خوشگل و خوشبختی و خوشحالی و هپینس باهاش همراه و میاد. در صورتی که به این شکل نیست. به صورت واقع بینانه اگر بخوایم بگیم اینه که برای اینکه ما خوشبختی و خوشحالی رو تو رابطمون، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، بخوایم تجربه بکنیم، نیاز داریم اون رفتارها و اعمال خوشبخت شدن رو اجرا بکنیم تو اون اتاق در واقع رابطه مشترکمون. و باز یه سری افراد فکر میکنن خیلی خوب، پس من میرم الان تو رابطه و اون حالا پارتنرم، همسرم میاد و با اون شرایطی که بر من فراهم میکنه و ایجاد میکنه، من میتونم اون خوشحالیه رو تجربه بکنم. خوشحالی زمانی برای ما و یا همون خوشبختی زمانی برای ما تجربه میشه که ما بتونیم 5 نیاز اساسی زندگیمون رو پاسخ بدیم، که این نیازها رو هم خودمون تو زندگی فردیمون، هم خودمون تو زندگی دو عضوی بتونیم پاسخش بدیم. حالا این معنیش چیه؟ اینجا یه اشتباهی پیش میاد برای عزیزان. خب یعنی من برم تو رابطه نیازهای اون آدمه رو پاسخ بدم، اونم بیاد تو رابطه با من نیازهای منو پاسخ بده؟ نه، هیچ کس قرار نیست نیاز دیگری رو پاسخ بده. ما به هم کمک میکنیم، چون به هر حال یه سری نیازها مثل نیاز جنسی، هویت، عشق، اینها رو ما نیاز داریم که پارتنری کنارمون باشه تا بتونیم پاسخش بدیم. فقط به تنهایی نمیتونیم. پارتنر من میاد تو رابطه با من، به من کمک میکنه تا خودم بتونم اون نیازه رو پاسخ بدم. درست شد؟ یا همچنین برعکس، من وارد رابطه با زندگی مشترک با پارتنرم میشم و به او کمک میکنم تا ایشان هم بتواند نیازهاش رو پاسخ بده. و یه نکته مهم اینه که اگر بتونم اینجوری بگم درسته، یه تیم با هم دیگه در واقع میسازیم که هر دو داریم کمک میکنیم که به اون نیازهای هر کدوم برسه. دقیق
دقیقاً زدید به هدف. یعنی ما وقتی میگیم رابطه مشترک، چه رابطه عاطفی چه ازدواج، ما دوتاش امشب مد نظرمون هست. مشترک دیگه، یه مسیر رو مشترک ما با هم شروع کردیم دیگه، تک نفره نداریم. یه نفر نمیاد مدام در واقع نیازهای طرف مقابل رو پاسخ بده. اونجوری میدونی رابطه تبدیل میشه به یک رابطه مثل سربازی سرهنگ. یک نفر فقط خواستاره، یک نفر فقط دهنده است، گیرنده و دهنده. شما تا حالا شنیدید که یه نفر مثلا در مورد دوران سربازیش بگه انقدر دوران لذت بخش و آرام بخشی بود که دوست دارم 45 سال تو اون مثلا دوران زندگی کنم؟ یعنی نمیشه این. و اونجوری میشه که یکی از اون افرادی که خسته میشه و نیازاش هی داره پاسخ داده نمیشه، از اون اتاق ازدواج، از اون اتاق رابطه بخواد بیاد بیرون. حالا این انواع اقسام اشکال طلاق یا جدایی عاطفی، یه میخواد جسمی باشه، یه میخواد جنسی باشه، یه میخواد عاطفی باشه، به هر شکلی دنبال این هست که دیگه فرد بیاد بیرون، چون آسیب میبینه، چون اذیت میشه. زمانی زیباست این رفع نیاز که دو طرفه باشه، برای دو طرف ارزشمند باشه و هر دو طرف بتونن کمک بکنن به همدیگه تا نیازهاشون پاسخ داده بشه. اون موقع هست که ما خوشحالی رو تجربه میکنیم. اون موقع هست که ما خوشبختی رو تجربه میکنیم. یعنی این رفع نیاز که یک طرف از یه طرف بودن در بیاد، چون خیلی از عزیزانی که امشب لایو ما رو دارن گوش میدن تو رابطه‌ان الان یا ازدواج کردن چند ساله و الان دچار مشکلاتی شدن. عزیزان دلم، تمام نکته‌هایی که امشب اینجا مطرح میشه رو اگر تا زمانی که رابطه زنده است، نمرده اون رابطه عاطفی، میشه قشنگ CPRش کرد، احیاش کرد و برگردون. فقط کافیه اینا رو خوب بهش توجه بکنیم. زهرا جان، میخواستم خواهش بکنم که اولا به اون 5 تا نیاز که گفتیم باید حتما رسیدگی بشه یه اشاره بکنید و اینکه حالا ما صحبت کردیم از اینکه دو نفر در واقع با هم هستن و یه تیم تشکیل میدن و به هم دیگه کمک میکنن. میخواستم یه مقدار روی نقش استقلالم توی رابطه صحبت بکنیم. بله حتما. تو بحث استقلال اتفاقا یکی از مواردی که تو خود اشتباهات من مد نظرم بود که بخوام مطرحش بکنم این بودش که آدم‌ها وقتی که ازدواج میکنن یا توی رابطه عاطفی خیلی عمیق میرن، گاهی اوقات انتظاری که از همدیگه دارن این که خب طرف مقابل من الان دیگه همه کس من میشه، همه کس من، همه چیز من. حالا این تو جمله شاید قشنگ باشه، یه نفر به پارتنرش بگی تو همه کس منی، ولی ببینیم پشت این داستان چقدر میتونه آسیب ها باشه. از نظر عاطفی هیجانی میتونه بسیار برای فرد مقابل این خانم یا آقا ارزشمند باشه، ولی نباید خیلی از مرزها شکسته بشه. منی که وارد رابطه عاطفی میشم از نظر روانی نیاز دارم به تفریح، نیاز دارم به شغلم، نیاز دارم به استقلالم که بتونم با خانوادم در ارتباط باشم، بتونم با دوستانم در ارتباط باشم و این باز رفع نیاز برای دو طرف مطرح میشه. قبلتر که نصیب جان گفتیم همون اول حقوقمون رو مطرح بکنیم، انتظاراتمون رو مطرح بکنیم. مثلا زوجی که میان پیش ما، فکر کنید خانم اومده پیش ما میگه که من مثلا هر روز صبح که زنگ میزنم به مامانم صدای همسرم در اومده، میگه یعنی چی، تو مگه ازدواج نکردی؟ گفتم خب از روز اول شما برای هم مشخص کردید، آقا برای شما مشخص کرده که شما به طور مثال انتظار من، اصلا درست و غلطش ما فعلا کاری نداریم، انتظار من اینه که مثلا شما هفته یه بار صحبت بکنی، اصلا در مورد این مسائل صحبت کردید با هم دیگه. اینه ها، میگم ریزترین نکته ها که گفته نمیشه و مطرح نمیشه رو استقلال، رو همون نیازها، رو انتخابها تاثیرگذار خواهد بود و بعد چالش های بعدی رو زمینه ساز میشه. پس ما وقتی که وارد رابطه عاطفی میشیم دو نفر رو ما اینجا داریم، یه خانم، یه آقا و یه قسمت که میشه رابطه مشترک. اون هویت جداگانه زن و اون هویت جداگانه مرد از بین نمیره که، قرار نیست کامل در هم حل بشن. این قسمت ها میماند، اون قسمت مشترک با هم معنای مشترک پیدا میکنه. ولی باز گاهی اوقات خیلی از عزیزان میگم یاد خیلی موارد میفتم، خالی از لطف نیست که اینجا مطرحش بکنم، اینه که استقلال رو اشتباه میگیرم با بعضی از خطاها که مثلا خب حالا ما
الان تو رابطه هستیم، چه اشکال داره که حالا دوست اجتماعی خانم بگه من دوست اجتماعی آقا داشته باشم، آقا بگه من دوست اجتماعی خانم داشته باشم. اینها باز هم اوکی، یعنی باز هم میتونه اثر منفی نداشته باشه تا جایی که مرزهای ارتباطی تو مشخصاً بره جلو. شما وقتی با فردی دارید مکالمه میکنید، پیامی میدید یا حتی یه کلیپی برای هم میفرستید و میدانید، بینش دارید ممکنه پارتنر من از این در واقع داستان در جریان قرار بگیره و متوجه بشه، آسیب میبینه و اذیت میشه، اونجا دیگه وارد از مرز استقلال دیگه خارج شدیم. یعنی اینا رو هم باید حواسمون باشه. ما میگیم حقوقمون رو بگیم، بدونیم، مطرحش بکنیم، بخوایم و حقوق طرف مقابل رو هم بشنویم که این چارچوب ها رو برای هم دیگه مشخص بکنیم که دچار این خطاها نشیم. خیلی ممنونم زهرا جان، متشکرم. من فقط میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم که ما خب به صورت جنرال داریم این بحث رو جلو میبریم در مورد رابطه، بنابراین به خاطر همین به صورت جنرال حالا از زن و مرد صحبت میکنیم به هر حال، ولی انواع دیگه رابطه هم به هر حال ممکنه وجود داشته باشه. فقط اینو اشاره بکنم که چون به صورت جنرال داریم صحبت میکنیم، در واقع در مثال ها به این شکل مطرح میشه. مرسی از شما، ممنونم. حالا اگر که پس چون فکر کنم میخواستیم روی تمرکزمون رو بذاریم روی اشتباه ها، میخوایم پس البته اون 5 تا نیاز رو اگه اشاره نکنیم، ولی اگر 5 نیاز رو اشاره بکنیم بعدش میریم روی اشتباهاتی که معمولا رایج هست. حتما. ما تمام انسان ها چند نیاز اساسی دارن که با رفع این نیازها به یک در واقع کمال فردی و در رابطه کمال رابطه خواهند رسید. یه سری نیازهایی که نیازهای پایه‌ای هستش، نیاز به در واقع نیازهای مثل خوراک، پوشاک، رابطه جنسی، نیازهای جسمی هستش که ما بهش پاسخ میدیم. نیازهای به احترام، نیاز به دیده شدن، احترام گذاشتن و احترام دیدن، نیاز به عشق ورزیدن و هویت بخشی، این که ما دوست داریم تو بحث این نیازها دوست داشته بشیم و دیگران رو هم دوست داشته باشیم. نیاز به امنیت، نیازی که ما بدونیم توی رابطه‌ای که هستیم، چه با خودمون در فضایی که با خودمون داریم این نیاز رو برطرف میکنیم و پاسخ میدیم، چه در جامعه و چه تو رابطه عاطفی، نیاز و امنیت رو داریم پاسخ میگیریم. نیاز به تفریح، من خیلی مختصر دارم میگم چون اینا رو لابلای این در واقع مواردی که میخوام اشاره بکنم بهشون یه تلنگری میزنم. نیاز به تفریح نیازی هستش که ما واقعا خیلی خیلی قاطعانه میتونم بگم به صورت جد بهش نیاز داریم که ارضاش بکنیم، چه فردی چه تو رابطه عاطفی. اما هر کدوم از اینها اگر که درست پاسخ داده نشه، چه تو زندگی فردی ما که حالا طرحواره‌های مختلفی رو برای ما میتونه بیاره بالا، ما نمیخوایم وارد بحث طرحواره درمانی بشیم، تو رابطمون هم میتونه مشکل ساز بشه. من وقتی میگم نیاز به احترام دیدن و احترام گذاشتن و صمیمیت و هویت، یعنی همین نیاز رو همسر منم داره، من دارم، پارتنر من داره، من به ایشان کمک میکنم این نیاز پاسخ داده بشه تو رابطه، بهش احترام میذارم، به عنوان یک هویت واقعی ایشان رو پذیرفتم و بهشم این رو نشون میدم تو رفتارم، تو کلامم، و همسرم هم همینطور این هویت، احترام، احساس به عشق و علاقه رو از طرف من میبینه و به من هم نشان میده. این زمان هستش که تک تک این نیازها به صورت دو طرفه وقتی که شرایطش مهیا بشه ما برای خودمون بتونیم ارضا بکنیم، رضایتمندیمون میره بالا. وقتی رضایتمندی رفت بالا، اونجا هستش ما احساس خوشحالی میکنیم، احساس خوشبختی میکنیم. در ادامه سوالتون نصیبه عزیز، در رابطه با اشتباهاتی که حالا عزیزان ممکنه دوچارش بشن، چون این چند تا اشتباهی که امشب خیلی خوب ما بخوام لیست اشتباهاتی که میتونه تاثیرگذار باشه کم نیستن، ولی من سعی کردم مهمتریناشون رو بر اساس گزارشاتی که مراجعین ما به ما مراجعه میکنن و بیان میکنن مطرح بکنم. اونا رو استارتش رو میزنم، توضیحاتشون رو میدم، باز هر جا اگر سوالی بود من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون عزیزه، یکی از در واقع اشتباهاتی که زوجین ما انجام میدن اینه که
ما چه بخوایم چه نخوایم وقتی که وارد رابطه میشیم مثل تعارضات میاد بالا سر همه چی که ما نقطه نظر مشترک قطعی نداریم. دو تا انسان بالغ هستیم با چرخه‌های فکری متفاوت، نیازهای متفاوت و سود و زیانهای فردی متفاوت. حالا دوچار سه تعارضات میشیم. تعارض سر این که کجا خونه بگیریم، چجوری بچه‌هامون رو تربیت بکنیم، اصلا کجا بریم مسافرت، سر حتی مواردی که خیلی میتونن نگاه خیلی از عزیزان سطحی باشه ولی دوچار تعارض رو میشیم. حالا یه مسئله که هست اینه که افراد به جای اینکه بالغانه در مورد اون تعارض و اون مشکل صحبت بکنن شروع کنن نبش قبل کردن. یعنی اون مشکل اومده بالا میخوان در مورد این مسئله صحبت بکنن، اصلا این کلا کنار گذاشته میشه. نبش قبل کردن یعنی چی؟ یعنی مشکلات قبلی رو میان شخ میزنن میارن بالا. انقدر گرد و خاک نصیب جان بالا میاد که دیگه زن و مرد نه دیگه همدیگه رو میتونن ببینن تو اون قسمتی که هستن و نه مشکل اساسی رو دیگه میتونن بهش توجه داشته باشن و ببینن. مشکل گم میشه اصلا. یعنی بعد خودشون میگه ما اصلا نفهمیدیم چی شد. اومدیم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم، در مورد یه چالش دیگه بحث پیش اومد، چون شروع میکنن به بالا آوردن مسائلی که از قبل مطرح شده و حل نشده و اونا رو الان نبش قبل کردن آوردن بالا. حالا این چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ هیجانات منفی میاد سایه میافکنه روی این اتفاقی که افتاده و باعث میشه که نتونن زن و مرد با هم دیگه حل مسئله داشته باشن. گاتمن یه اشاره قشنگی میکنه اینجا، میگه که جنگ یا مبارزه غیر منصفانه، میگه اصلا انصاف نیست وقتی که پارتنر ما در مورد یه موضوعی میخواد صحبت بکنه میاد اونو مطرحش میکنه، ما بیایم چالشایی که قبلا با ایشان داشتیم و بیاریم بچینیم رو میز بگیم ببین تو که الان داری در مورد این صحبت میکنی مثلا انقدر ما داستان داریم با هم دیگه و به جای گفتگوی خردمندانه هیجانی ما بخوایم گفتگو کنیم. اینجاست که زوجین ما به ما میگن ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. میخوایم حرف بزنیم ما، ولی همین که میایم حرف بزنیم دعوا میشه. پس این یکی از اشتباهات. وقتی دوچار چالش شدیم الان در مورد این خودکار دوچار مشکل شدیم، در مورد همین حرف میزنیم. حتی اگر ذهنمون پرش فکر داشت هی ما رو داشت گمراه میکرد به خودمون میگیم اون مشکل مال یه تایم دیگه است، اگر نیاز شد یه تایم دیگه در مورد این مسئله حرف بزنیم. الان این تایم تو این ساعت فعلا میخوایم فقط خصوصا در مورد موضوع خاص صحبت کنیم تا اون گرد و غبار بلند نشه و ما هم گمراه نشیم. این اولین مسئله که من بین زوجین زیاد میبینم. دومین موضوع اینه که خب وقتی که آدم‌ها تازه وارد رابطه میشن، افراد حالا چه دوران نامزدی اگه بخوایم قبل از ازدواج بگیم، دوران دوستی، اوایل دوستی، خیلی با هم زمان زیادی رو میذارن. جانم زهرا ببخشید یک مقداری این صدای شما قطع میشه، تصویرتون یه مقداری قطع میشه. گفتم حالا اگر فکر میکنید میتونید من به اینترنت مودم آفیس هستم ولی بذارید بازم میشنم تلاش بکنم. صداتون رو، ولی یک مقدار قطع میشه و دوباره یک مقداری چیز داره. حتما عزیزم من یه چک بکنم. بله خیلی ممنون. حالا امیدوارم که بهتر بشه. و من مرسی، چون این قسمت ها مدت دیگه اون اشتباهات که میخوایم روش فوکس بکنیم خیلی مهمه. گفتم که مرسی که گفتید. مرسی. مرسی عزیزم. حالا امیدوارم که خوب بشه چون این لینک رو عوض کردم. حالا امید به خدا. برای دومین اشتباه افراد وقتی که وارد رابطه میشن، چه بحث ازدواج چه بحث رابطه عاطفی، خب اولش خیلی شروع و بالاست. هی به هم پیام میدن سلام عشقم کجایی، عزیز دلم من رسیدم، عکس میفرستم من الان رسیدم سر کار، من الان دارم غذا میخورم، ساعتهای زیادی رو ممکنه با هم مکالمه بکنن، خیلی با آب و تاب در مورد اتفاقهای روزمرهشون با هم دیگه صحبت بکنن. یعنی اون صمیمیت و دوستی بالا هستش. ولی وقتی که وارد ازدواج میشن یا یه تایم طولانی از این رابطه میگذره میبینیم که این رفتارها داره یه مقدار کمرنگ‌تر، یعنی اون بحث صمیمیت داره کمرنگ‌تر میشه. اینجا ما باید زنگ خطری رو داشته باشیم، چون صمیمیت
همونطور که مثلث عشق استرنبرگ هممون بلدیم، صمیمیت یکی از پایه‌های اساسی این رابطه هستش دیگه. یکی از مهمترین عنصرهایی هستش که ما باهاش مواجه هستیم. پس بحث صمیمیت رو ما بهش نیاز داریم. حالا تو خود این موضوع صمیمیت، گاهی اوقات فکر میکنن که افراد خب ما رابطمون رو شروع کردیم، کلی هم با هم صمیمی بودیم، دیگه نیاز به تلاش دیگه ای نداریم. اینجا من براش یه مثالی که میزنم، میگم مثل این میمونه که شما سوار دوچرخه شدید، حسابی پا زدید، داره حرکت میکنه، ولی این پا زدن اولیه تا کجا دوچرخه شما رو میبره جلو؟ بالاخره یه جا استاپ میشه دیگه و نیاز داره شما دوباره پا بزنید، حتی اگر آهسته تر بخواید پا بزنید. صمیمیت هم به همین شکله. صمیمیت همیشه و همیشه نیاز داره در رابطه مدام بهش رسیدگی بشه. حالا یه سوال برای من پیش اومد در مورد صمیمیت و اینه که آیا ممکنه که شکل صمیمیت تغییر بکنه، ولی مثلا ما انتظار داشته باشیم مثل اوایل رابطه همونطور که گفتیم مثلا مدام پیام بدیم، مدام برای هم دیگه کادو بگیریم، چیزی بفرستیم، ولی ممکنه همچنان صمیمی هستیم و صمیمیت اتفاقا عمیق‌تر شده ولی شکلش تغییر بکنه. منتها این رو شاید باید باز هر دو بهش آگاه باشن که اشتباه تفسیر نشه. دقیقاً. چقدر سوال قشنگی پرسیدی نصیبه جان. کاملا درسته. شکل صمیمیت، ما اصلا تو هرم صمیمیت و تعهد و گرایش نیازهای جنسی استرنبرگ که میبینیم صمیمیت آروم آروم میره بالا، یعنی زمان نیاز داره که خیلی دیگه به اوجش برسه، ولی شکلش داره عوض میشه. وقتی که به اون اوج رسید دیگه به اون قشنگترین حالت صمیمیت رسیده، بله شکلش تغییر میکنه. ابتدای رابطه ما، میزان اون شکل اون صمیمیته یه مقدار حال و هوای هیجانی احساسی هم داره. یعنی تو همون ابتدای رابطه میزان هورمون هامون، اون در واقع کشش های جنسیمون هم دخیل هستش در ابتدا و این رو خیلی به شکل واضح و مشخصا داره نشون میده. ولی به مرور زمان این صمیمیت تبدیل میشه به شفقت، مهربانی. یعنی دیگه وقتی شما رو میبینه چشاش برق نمیزنه. خب 4 ساله داره میبینته، 3 ساله تو رابطه ای، 7 ساله ازدواج کردی، ولی حمایتت داره میکنه، بهت مهربانی میده، بهت احترام میده، داره توجه میکنه نیازهای تو چی هستش، به نیازهای شما داره خیلی در واقع آگاهانه اهمیت میده. این شکل صمیمیت تغییر پیدا کرده. اگر ما به اون شکل توجه و مهربانی و احترام رو ندیدیم و این قسمت صمیمیت اولیه رو هم ندیدیم، اونجا باید نگران بشیم. آها، پس این رابطه انگاری واقعا دیگه از نظر هیجانی و احساسی دچار اشکال شده، ولی میتونه شکلش تغییر بکنه و به حمایت‌های دیگه‌ای تبدیل بشه. درسته. حالا اگر که انتظار ما این باشه که همیشه به همون شکل هیجانی باشه این ابراز محبت و صمیمیت، آیا این انتظار غلطیه؟ بله میتونه غلط. چرا؟ ببینید ما وقتی که تازه با هم وارد شدیم، چالشمون رو قشنگ فوکوس تمام ذهنمون، لیبیدومون، انرژی روانیمون، تمرکزمون رو هم دیگه است. ولی وقتی که خب این زندگی هی داره میره جلوتر، حالا چالش‌های بار مالی میاد، بحث خانواده میاد، حالا اگه بچه این وسط داشته باشیم ما تو طول مسیر زندگیمون، توجه هی داره تقسیم میشه. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه اون توجهی که اون موقع مال من بود الان باز هم مال من باشه. پس بقیه داستانا چی میشه؟ نه، همه نیاز به مدیریت کردن داره و بدن، مغز اصلا نمیتواند اون میزان اکسیتوسینی که اون ابتدای رابطه داره نشون میده رو حفظ بکنه برای سالهای طولانی. یعنی چه بحث سیستم مغزی، هورمون‌های ما، نوروترانسمیترهای ما و هم بحث رفتاری به صورت طولانی مدت به یک شکل نمیمونه. ولی مسئله اینه که ما حواسمون باشه این همه چالش الان اومد وسط، این همه دغدغه اومد وسط، تمرکزمون الان اگه از رو پارتنرمون مثلا اون موقع اگه 90 بوده الان شده مثلا 50، این 50 کمتر نشه.
حواسم باشه که من یه حداقل نیازی رو حتما باید داشته باشم برای پارتنرم و صمیمیت‌هام افزایش بدم. نمیتونم این رو مسئولیتش از دوش خودم بردارم. خب من این همه چک و نمیدونم بدهی دارم، الان چه میدونم بیام مثلا قربون صدقه تو برم آخه زن. نه، چون این ادبیات رو میشنویم بین مراجعین. یا برعکسش، خانم میگه بابا من صبح باید بلند شم به بچه‌ها برسم، کارهای خونه هست، سر کارم برم، اصلا دیگه حوصله ندارم وقتی میام خونه بخوام حالا عشق بازی کلامی داشته باشم با همسرم یا پارتنرم. اینجا خطرناک میشه داستان. ما انتظار داریم تغییر پیدا بکنه ولی انتظار نداریم مخرب بشه. این دوتا فرق داره. تغییر پیدا بکند، شکلش تغییر پیدا بکنه، ولی این که بخواد صفر بشه یا تخریب بشه یا آسیب ببینه، اونجا دیگه میتونه به رابطه صدمه. ممنون، عالی. سوالی متشکرم. هست؟ نه خواهش مرسی. بگم روی این قسمت صمیمیت به اندازه کافی صحبت شد. حالا خیلی به هم بعدی هم بریم، ولی فکر میکنم که شاید خوب باشه در مورد اینکه حالا برای هر کدوم چه کاری میشه کرد هم بعداً حالا احتمالاً صحبت بکنیم. حتما. ممنون از شما. سلامت باشید. تو بحث بعدی، بحث بسیار مهم گوش دادن و حرف زدن. بسیار، یعنی از همون ابتدا هم که ما شروع کردیم گفتیم یه سری مقدمات رو باید بدونیم، بشناسیم. اینا همه پیرو به چی میاد؟ مکالمه کردن. ما تمام مهارت‌هایی که داریم میگیم حل مسئله داشته باشن، افراد بتونن تعارضاتشون رو با هم دیگه حل بکنن، بتونن صمیمیتشون رو بیشتر بکنن. همینا به چی نیاز داره؟ گفتمان. ولی متاسفانه نصیب جان، من همچنان میبینم بین زوجهامون که چقدر این مسئله، این مهارت ضعیف داره رد و بدل میشه. مهارت من یه شنیدن. سوال پیش اومده، بخشید واسه صحبتون. این الان مسئله صحبت کردن با همون مسئله اولیه‌ای که در واقع حل تعارض بود، یا اون موقعی که مسئله پیش میاد گفتیم راجع به یه موضوع صحبت کنیم، اینها با هم ارتباطی دارن و شبیهن، یکیان یا نه این متفاوتن؟ یه مقدار روی من احساس کردم شاید یکم با هم دیگه همپوشانی دارن. متفاوتن. همپوشانی داره ولی متفاوته. تو قسمت اول گفتیم وقتی میخوایم رابطه رو شروع بکنیم بیایم مکالمه داشته باشیم که آقا خانوم، من که الان دارم میام تو رابطه، چه انتظاراتی از من چه مسئولیت هایی رو باید در قبال شما پاسخگو باشم. آگاهیمون رو زیاد بکنیم. منظورم من چه حقوقی مشکل بود ها که صحبت کردیم که مثلا اگر این تعارضی که هستش، مشکلی که هستش روی همین مثلا خودکار هست، گفتیم که راجع به همین صحبت بشه. دقیقاً شنیدن فعال اگر صورت بگیره که اینجا میگیم، اون موقع میتونیم حواسمون رو جمع بکنیم که وقتی میخوایم مکالمه‌ای داشته باشیم فقط اون در واقع محدوده موضوع بخوایم صحبت داشته باشیم. کاملا اینا با همدیگه همپوشانی و میتونه همدیگه رو کامل بکنه. درست اشاره کردید. تو بحث گوش دادن فعال، متاسفانه خیلی از زوجین ما وقتی بینشون چالشی پیش میاد گوش میدن که فقط جواب بدن. یعنی ببینید، ما دوست داریم وقتی حالمون بده با پارتنرمون، با همسرمون، چه خانم چه آقا، حالا ممکنه این نگرش ایجاد بشه که بیشتر فقط خانوما، نه آقایون هم همینطوره، فرقی نمیکنه. وقتی که حالمون خوب نیست با پارتنرمون صحبت بکنیم، حرف بزنیم، ادراکمون رو بگیم، غممون رو بگیم، هیجانمون رو بگیم، فکرمون رو بگیم که حالا یا از نگاه منی که دارم میگم مسبب شما هستی، شما همسر، شما پارتنر، یا از یه جای دیگه من ناراحتم ولی الان دارم باهات همدردی میخوام، دارم باهات در میون بذارم که به هم این درک رو بدی که داری منو میشنوی و درکم میکنی. ولی معمولاً یکی از طرفین که شنونده است، شنیدن فعال تعطیل، فقط گوش میده که این صحبت تموم شه، خب الان چی میخوام جواب بدم که پاسخ بدیم. فقط انگاری که در واقع میخوایم از خودمون فقط دفاع بکنیم. یعنی نه همدلی هست، نه شنیده شدن فعالی هست، نه درک شدنی هست اصلا. خب این چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ همسر من از من دور میشه. دفعه دیگه اگر واقعا توی همچین موقعیتی بعد از 2 بار 3 بار قرار بگیره، من یه جمله که از یکی از مراجعینم شنیدم میگفت من احساس میکنم
دارم با دیوار صحبت میکنم، بخاطر همین میریزم تو خودم. حالا با این لفظ میگم خودم کورش میکنم، اصلا ولش کن خانم، با کی حرف بزنم؟ احساس میکنم قشنگ دیوار جلومه. پس ببینید این عدم شنیده شدن، عدم درک شدن خیلی میتونه پارتنر ما رو از ما دور بکنه. گوش دادن فعال برای آرام سازی، درک کردن و همدلی کردن بسیار میتونه کمک کننده باشه. و حتی خیلی جالبه که اون بحث صمیمیت که نصیب جان بهش اشاره کردیم رو خود این گوش دادن فعال میتونه قوی تر بکنه. یعنی وقتی که ما گوش دادن فعالمون رو غنی‌تر می‌کنیم، قوی‌تر می‌کنیم، یکی از پایه‌های صمیمیت دیگه، صمیمیت بیشتر میشه و خود صمیمیت یکی از پایه‌های اصلی رابطه مشترک. هیچ کدوم از اینا از هم دیگه جدا نیستن و به خاطر همین هم هست هر تیکه‌ای از اینا که آسیب می‌بینه ناخودآگاه کل رابطه یه جورایی پرتنش میشه تا بتونه اونا درمان بشه، حل بشه و تعریف بشه. بعدی که زوجین عزیز ما خیلی مهمه بهش توجه داشته باشن، اجازه دخالت افراد مهم تو زندگیشون. حالا این افراد مهم میخواد پدر مادر باشه، میخواد دوست و آشنا باشه، دوستایی که خب الان گروه های دوستی بالاخره توی این نسل زیاد هستش و رفت و آمدها زیاد هستش و این تاثیرگذاری ها رو افراد اجازه میدن وارد زندگی مشترکشون بشه، در صورتی که اظهار نظر اونها در رابطه مشترک خودشون بسیار میتونه متفاوت باشه از نظر شما. تعادل جویی که من نوعی با همسرم دارم با تعادل جویی اونها میتونه متفاوت باشه. پس بنابراین اون مشاوره و یا کمکی که این عزیزان با هدف کمک رسانی، نه بدبینانه بگیم میخوان آسیب بزنن، به ما میدن، گاهن کمکی که نمیکنه به کنار آسیب‌های بسیار جدی تری هم میزن. حالا این دخالت ها نصیبه اینطوری نیست که گاهن خیلی هم مستقیم باشه ها، گاهی اوقات خیلی زیر پستی. مثلا آقا اومده بود مشاوره پیش من میگفت ما نامزدیم، خانومم هر آنچه که یعنی کافیه فقط چشمش به دهان مادرشه که ببینه چی میگه. من اگه یه کفشی برای همسرم گرفتم هدیه بردم، اگه مامانه با چشش بخنده خوشحال باشه نم ذوق میکنه، اگر نه به هر حال میگه نه خب حالا دست درد نکن گرفتی آورد دیگه. و بعد حالا نظر مامانو بعدن با زبان تون به آقا انتقال میده. دخالت هایی که میگم چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم و مخملی ممکنه که باشه و بسیار بسیار آسیب زننده خواهد بود. اگه نخواهیم تایم کم بیاری من اینا رو یه مقدار دارم تون میگم، نکته ها رو میگم، باز هر جا که سوال بود من در خدمتتون هستم. یه نکته دیگه که هستش اینه که همون صمیمیتی که انقدر در موردش جدی صحبت کردیم گاهی اوقات تعریفش بین زوجین متفاوت میشه. یعنی یکی از زوجین، یکی از افرادی که تو رابطه عاطفی هستن، این در واقع صمیمیت رو یه رابطه امن صمیمی عاطفی میبینن که با همدلی، با زمانی که میذارن برای پارتنرشون، با جمله های عاشقانه‌ای که برای پارتنرشون استفاده میکنن، یا رابطه جنسی، یا حتی احترام گذاشتن برای آن چیزی که برای پارتنرشون عزیزه. مثلا میگه من خب برام حالا عزیز نیست هفته 2 بار بلند شم برم خونه مادر خانومم، ولی چون میدونم برای همسرم ارزشمنده، یا برعکسش برای همسرم ارزشمنده، برای همسرم ایشان عزیزه، خب منم باهاش میرم، چه اشکالی داره؟ یعنی ارزش‌های همسر رو ارزش‌های خودش می‌بینه. ولی این زمان قشنگ که دو طرف این دیدگاه رو داشته باشن. اما اگه یک طرف سیستم حمایتی داشته باشه تو بحث صمیمیت، ولی یک طرف دیگه سیستم حمایتی نباشه، سیستم کاملا بره به سمت پسیویتی یا همون بحث وسیله‌ای بودن افراد، امکاناتی بودن افراد، اینکه خب
چی برای من داره، چه پوینتی واسه من داره این رفتاره، این رابطه‌ای که هستم چقدر برام فرق خرج میکنه، چه پوینت هایی برام داره. حتی متاسفانه نصیبه جان این نگاه ابزاری ما تو رابطه عاطفی رو من خیلی دارم میبینم تو زوجین، بیشتر به سمت رابطه جنسی میره. خب باشه رابطه جنسی داشته باشیم، حالا امشب اگر با هم سکس داشتیم بعدش چی؟ یعنی همونجا نیازه رو مطرح میکنه، فلان انتظاری که داشتم، فلان چیزی که میخواستم برام بگیری، این همه دغدغه داشتیم خونه به نام کی بشه، همه اینا رو من تو مکالمات باهاش مواجه هستم. یعنی از رفتارهایی که میتونه به عنوان یک رفتار سالم بین در واقع دو زوج باشه و بتونه صمیمیتشون رو عمیق بکنه به شکل ابزاری داره دیده میشه. خب ناخودآگاه اون فردی که اونجا به شکل ابزاری داره دیده میشه خسته میشه تا یه جایی میاد جلو و از یه جای به بعد میبینه که خب ما نگاهمون یه دست نیست، همسو نیست، باعث دلخوری میشه، دلسردی میشه و آرام آرام از همون اتاق رابطه میکشه بیرون و باز هم انواع اقسام طلاق، حالا یا عاطفی یا جسمی یا جنسی و. نکته بعدی بحث در واقع سرمایه گذاری حل مسئله است. یعنی چی؟ اینکه همونطور که شما خیلی قشنگ اشاره کردید، گاهی اوقات ما به جای اینکه فکر کنیم که من و همسرم توی قایق نشستیم، سوار بر یه قایق هستیم، اون قایقه رو فقط قسمتی که نشستیم رو میبینیم. من اینجا نشستم، من باید برنده باشم، من پارومو میگیرم هر جور دوست دارم میزنم، اونم پاروشو بگیره هر جور دوست داره پاروشو بزنه. خب ما دچار مشکل شدیم، الان دچار اختلاف نظری شدیم. اگر هر کی بخواد ساز خودشو بزنه این قایقه گیج میشه، دور خودش میچرخه، به سمت خاصی نمیره، از هدفش دور میشه. ما تو بحث رابطه عاطفی و حل مسئله برنده و بازنده نداریم. برنده ما نمیایم که برنده باشیم. ما تو رابطه عاطفی دنبال رقابت نیستیم، دنبال رفاقتیم. وقتی که این مشکلی پیش آمد بتونیم با هم گفتگوی بالغانه داشته باشیم، همونطور که قبل‌تر گفتیم، توهین نباشه، تحقیر نباشه، نقش قبر کردن نداشته باشیم در مورد چالش ها. امروز در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با شنیدن فعال. اگه بخوایم جمعی از این نکتهایی که تا اینجا گفتیم رو در کنار هم بچینیم رو بذاریم تا بتونیم تو این رابطه دو عضوی که به یک چالشی برخوردیم بتونیم حل مسئله داشته باشیم. رابطه عاطفی عزیزانه و رقابت نیست، رفاقته. رقابت جواب نمیده، به بنبست میرسونه رابطه رو صادقانه. اما باز اشتباه بعدی که خیلی از عزیزان ممکنه دوچارش بشن، بخوام اینجا اشاره بکنم، اینه که حالا بحث اینکه بخواد فرد پارتنرش و همسرش و همه کس خودش بدونن، یه کوچولو بهش اشاره کردیم که از این خبرها نیست. ما توی رابطه مشترک نیاز داریم دوست خودمون رو داشته باشیم، همکار سالم خودمون رو داشته باشیم، خانوادهمون رو داشته باشیم، خواهر، مادر، خویشاوندان خودمون، هر کسی که خودمون به تنهایی دوست داریم باهاش ارتباط داشته باشیم و حفظ بکنیم. یعنی خود رابطه و ازدواج نباید مانع اون بشه و همه اینها رو هم از روز اول بین خودم و همسرم، بین خودم و پارتنرم توافقاش رو داشته باشیم که اینا هر کدوم جایگاه خاص خودشو داره. من و شما اگه سر مثلا تربیت بچه بحثمون شد یا اگه سر یه موضوعی که به خودمون دوتا مربوط میشه بحثمون شد، حق نداریم همدیگر رو تحریم کنیم. پس حق نداری بری خونه مامانت، چون اینا اصلا حل مسئله بالغان و بدتر آسیب میزنه به رابطه. بحث تدافعی عمل کردنم باز جان گاتمن اینجا یه اشاره خیلی قشنگی داره، میگه تدافعی عمل کردن تو بحث زوج یکی از پررنگترین اشتباه ها و مخربترین در واقع اشتباه ها هست. حالا یعنی چی؟ خانم یا آقا سر یه موضوعی ناراحت میشه، حالا کلی با خودش هم کلنجار رفته، بتونه اون جرأتمندی رو درون خودش داشته باشه، بره در مورد این موضوع با پارتنرش صحبت بکنه، با همسرش صحبت بکنه.
همین که میاد بره بسم الله شروع بکنه به حرف زدن، مثلا میخواد بگه که من ناراحتم از اینکه این سبک فرزند پروری رو مثلا داریم برای بچه‌مون استفاده میکنه. حالا اگه بخوام در مورد فرزند مشترک صحبت بکنه، صحبتش هنوز نصفه نیمه رو هوا مونده، همسر میاد بهش میگه که خب بگو من بهت بگم 10 تا دیگه تو اشتباه داشتی من به رود نیاوردم. دفاعی. یعنی اصلا همونجا نقطه گذاشته میشه، طرف اصلا دیگه نمیتونه ادامه بده. من اصلا میخواستم در مورد یه چیز دیگه کنارش بگم، اصلا یادم رفت مشکل چی بود. یعنی تا من خانوم یا تا من آقا میام در مورد یک چالشی صحبت کنم، انگاری همسر من نگران این که عقب بیفته، جا بمونه، یه چالش بزرگتر میاد میذاره جلوی میز حل مسئله‌مون که اونجا ما بس بخوریم. این در موضوع بسیار خطرناکه، چون افراد وقتی که توی این چرخ از روابط گیر بکنن دچار یأس هیجانی میشن و این ناامیدی باعث میشه دیگه اون درخواستشون رو، ادراکشون رو از رابطه، اصلا در مورد مثلا رابطه جنسی مشکلی پیش اومده میخواد در مورد سکسشون میخوان صحبت بکنن، تو مشکلت اینه، من به رود نیاورده بودم، تو هم مثلا اون 3 تا مشکل رو داری. اینجا دیگه صحبت کردن دیگه بلاک میشه، اصلا دیگه ادامه پیدا نمیکنه و به این شکل میشه که افراد حرفاشون رو قورت میدن چون میدونن که هیچ درکی نیست از صحبتشون. وقتی که قورت دادن باعث میشه همین قورت دادن صحبت ها صمیمیت رو به شدت کاهش. صمیمیت هم که قبلا هی مدام در واقع بهش اشاره کردیم که چقدر میتونه کمرنگ شدن صمیمیت رابطه رو بپاچونه. اشتباه دیگه که باز مطرح میشه و من در زوجها میبینم بحث ذهنخوانیه. بحث ذهنخوانی خیلی جالبه، حداقل تو فرهنگ ما زیاد مطرح هستش نصیب جانم. اونم اینه که همسر من اگر عاشق منه، اگر واقعا من دوست داره، قطعا باید بدون من الان چمه، قطعا الان باید منو بلد باشه. اوکی. ما وارد رابطه میشیم، یه سری ویژگی ها و عادت های همدیگر رو میشناسیم. یا اینکه مثلا میدونیم که اگر همسر من اینطوری ناراحت نشسته یا نمیخنده دستشو اینطوری گذاشته خب خوشحال نیست. بله اینو داره آقا یا خانم میبینه، ولی نمیدونه در پس این رفتار چه فکر و هیجانی هست، پس بنابراین کاری نمیتونه براش انجام بده. ایشان که علم غیب نداره. ما به عنوان انسان بالغ توی رابطه بالغانه موظف هستیم هر هیجانی که داریم، از غم، خشم، ترس، حسادت، هر آنچه که داره اذیتمون میکنه نسبت به پارتنرمون رو با زبان خیلی ساده بیانش بکنیم، بگیم من از این رفتاره نگرانم، اصلا ناراحتم از این، غمگین شدم، خیلی الان عصبانیم، میخوام باهات حرف بزنم برام توضیح بدی. این که خودت باید میفهمیدی، این در واقع تصور ذهنخوانی رو لطفاً هممون، چه خانم ها چه آقایون، مخصوصاً بانوان عزیزمون، چون بیشتر این انتظار رو مطرح میکنن، من این رو به این شکل دارم میگم، دور بکنن و بدونن که نیاز دارن مفصل، حتی اگه 30 سالم هست دارن با پارتنرشون زندگی میکنن، 10 سالم هست با پارتنرشون زندگی میکنن، باز هم نیازه رو به صورت خاص و ویژه و با زبان ساده مطرح کنن. حالا زهرا جان در تا مورد اینجا سوال ذهنخوانی من حالا سعی کردم سوال نپرسم چون فکر می‌کنم که همه موارد گفته بشه زمانمون کوتاهه، ولی در مورد ذهنخوانی اولش که مطرح شد من یه چیز دیگه تو ذهنم اومد، یعنی به یه جهت دیگه ای، اونم این که در واقع خیلی وقتا ما ذهن طرف مقابل رو میخونیم، یعنی فکر میکنیم که فهمیدیم دلیل این کارش چیه، یا مثلا یه چیزی رو داره میگه جلو مثلا میریم که اوکی میخواد یه مثلا برسه به این نقطه، یعنی واقعا سعی میکنیم اون ذهن رو بخونیم. فکر کنم یه جوری برعکس این چیزی که شما گفتی هم خیلی اتفاق میفته، یعنی که داریم یه تصوراتی میکنیم که اون ذهن رو میخونیم و به جای اینکه واقعا بپرسیم که حالا اگر مثلا این رو گفتی یا این کار مثلا به چه دلیل بود، یا دلیل این مسئله چه اتفاقی بود، چه مسئله بود، ولی سعی میکنیم خودمون ذهن اون فرد رو بخونیم. این حالت هم جز همین ذهنخوانی است.
بله. شما خیلی قشنگ ذهنخوانیه رو گفتید. ذهنخوانی یعنی که ما تو ذهنمون وقتی مثلا یکی داره بالا رو نگاه میکنه میگه آها این الان مثلا داره به این فلان چیز فکر میکنه حتما، یعنی احساس میکنیم الان فهمیدیم تو ذهنش چه خبره. و تو روابط زوجین این انتظاره هست که پارتنر من ذهن منو بخونه، یعنی شاکی نمیشه چرا خونده، بخونه تو رابطه ای که آسیب داره، یعنی ترمیم، نیاز به ترمیم داره، بخونه بفهمه من الان تو ذهنم چه خبره، بدون من الان چالشم چیه، بدون من الان ناراحت، دیشب که ما اومدیم من الان ناراحتم، یعنی نمیدونه من چرا ناراحتم، بنده خدا از کجا بدونه؟ اون فقط میدونه تو ناراحتی چون زبان بدنت داره این پیام رو بهش میرسونه، ولی علتش رو، چرخ فکریه رو نمیدونه، بنابراین نمیتواند کمکت بکنه برای حل مسئله. و بعد چه اتفاقی میفته؟ پارتنر متوجه نشده درد اصلی چیه، ایشان هم که بدون پاسخ مونده. بعد از یه مدتی من دوست داشتنی نیستم دیگه برای پارتنرم، دیگه مثل قبل به من ارزش و اهمیت نمیده، حتما براش دیگه مهم نیستم. دیدی میگفتم این یه روزی مثلا ممکنه که دست من خسته بشه، میفته تو چرخه های افکار واقعا سمی و بیمارگونه نصیب جانم. مخصوصا اگر این عزیزان با طرحواره های خاصی مثلا رهاشدگی هم گرفتار باشن، دیگه کاملا این همین جرقه های کوچولو کوچولو تبدیل میشه به یک چالش های بسیار بزرگتر. در ادامه که بخوایم بگیم، من خیلی کوتاه دیگه دارم مطالب رو چون سعی کردم مختصر بگم. یه اشتباه دیگه ای که هست، شاید این بیشتر از حالا مثلا چند نسل قبل‌تر بیشتر ما میشنیدیم همچین پیشنهاداتی رو. اگه میخوای رابطت بهتر بشه، صمیمیتر بشه، زندگیت یه گرمای جدیدی بگیره، بچه دار. بزرگترین اشتباه اینه تا زمانی که من و پارتنرم، من و همسرم به شناخت نسبی به تمام این در واقع مسائلی که الان باهاش درگیر هستم، دغدغه دارم، حل مسئله نداشتم، نباید اجازه بدم حالا به این فکر کنم که یه بچه دیگه بیاد با حضورش، با وجودش بیاد چالش های منو حل بکنه. اصلا اتفاق نمیفته. بچه دار شو، جا سفت میشه، احتمال کمتری شوهرت طلاقت بده. واقعا اینا واقعی نیست توی بحث روانشناختی. اگر زندگی به آسیب رسیده باشه، اون زندگی قابل ترمیم. اگر از زمان ترمیمش گذشته باشه و اون زندگی مرده باشه صادقانه و به سمت طلاق کشیده بشه، این طلاق قطعا صورت خواهد گرفت، چه با فرزند چه بدون فرزند. 2 تا فرزند، 3 تا فرزند فرقی نمیکنه، ولی شاید حضور فرزندان از طلاق فیزیکی پدر و مادر جلوگیری بکنه، اونم به خاطر این حالا بحثای فرهنگی که تو هر کشور متفاوت هستش. ولی اگر رابطه از قبلش آسیب دیده باشه و ترمیمم نشده باشه، بچه‌ها هیچ معجزه‌ای قرار نیست بکنن. طلاق‌ها به شکل جنسی پیش میاد، به شکل عاطفی پیش میاد، طلاق فکری پیش میاد و این افراد کاملا جداگونه هستن ولی فری سخت دارن زندگی میکنن که اتفاقا آسیب بیشتری هم به خودشون و هم به فرزندان میزنن. این رو هم خواستم مطرح بکنم چون چند مورد دیده بودم که تو بحث در واقع زوجهایی که میان پیش ما، زوج خیلی خودش رابطه در مرز خطره و والدین هی فشار دارن میارن که حالا بچه داشتی درست میشه. نه، از این خبرها نیست عزیزان. واقعا رابطه با اومدن بچه هیچ اتفاق مثبتی براش نمیافته، میگم جز اینکه شما در واقع بتونید این مسیر ترمیم رابطتون رو استارت بزنید. شاید یه انگیزه خوبی بشه برای اینکه حالا بخوان در واقع یه فکری برای رابطه بکنن که این رو هم باز بدون بچه خیلی غنی‌تر میتونن انجام. و اشتباه آخری که بخوام اینجا من مطرح بکنم، ما به عنوان زوج تو زندگیمون یا تو رابطه عاطفیمون اگر هم ازدواج نکردیم هنوز، ممکنه یه سری خطاهایی رو دچار بشیم. اگر خطایی کردیم، به اون فردی که تا بهش غالب شده، آسیب دیده، کمک بکنیم که بتونه خودش رو بازسازی کنه. و اون فردی هم که آسیب دیده، به منی که خطا کردم کمک بکنه بتونم در واقع خودم رو ترمیم بکنم. معمولاً نه همیشه، فردی که آسیب میبینه به دنبال جبران،
اینجا کار خطرناک میشه. اینجا دیگه از اون فاز در واقع ترمیم و حل مسئله خارج میشه و دنبال این که اون زخم من دیدم حالا تا این زخم رو نزنم آروم نمیشینم و اینجا میتونه آسیب‌های بسیار جدی‌تری به اصل رابطه بخوره. اینجا میتونیم به جای در واقع تدافعی عمل کردن که قبل‌تر در موردش صحبت کردیم یا به جای جبران کردن بیایم یه در واقع سیستم حمایتگری رو داشته باشیم برای پارتنرمون و کمک بکنیم بهش بتونه خودش رو بازسازی بکنه، اون هم به من کمک بکنه بتونم پذیرشم رو بالاتر ببرم تا رابطه عاطفی آسیب دیده به شکل تغییر یافته چه. ممنونم، متشکرم زهرا جان از این همه مواردی رو که گفتین. همشون فکر میکنم خیلی میشه روی هر کدوم از اینا صحبت کرد. من دوست دارم حتما بله. وقتمون تموم شد یک لایو دیگه داشته باشیم روی هر کدوم از این موارد، روی راهکارها و ریشه های این که چرا به این شکل رفتار میشه و چه راهکاری میتونه در واقع برای کمک به رابطه و خارج شدن از این، حالا شاید بعضی وقت توی اون لوپ گیر کنیم، توی هر کدوم از این موارد صحبت بکنیم. مواردی که شما گفتین اگه من بخوام یه جمع‌بندی بکنم سریع اینجا میگم برای کسایی که همراه ما بودن. یکیش همون در واقع حل تعارض بود، توانایی حل تعارض، نقش صمیمیت که چقدر مهمه، میزان توجهی که به هر دو طرف انجام میشه، اون صحبت کردنه و خوب گوش دادن، دخالت دیگران یکی دیگه بود و دوباره فکر میکنم در مورد همون حمایت و صمیمیت صحبت کردیم، باز دوباره حل مسئله و مشکلاتی که پیش میاد، انتظار زوجین از هم دیگه، اون تدافعی رفتار کردنه که چقدر آسیب میزنه به رابطه، ذهنخوانی و حالا توصیه‌ای که ممکنه که با حضور فرزندان رابطه بخواد جلو بره و جبران افراطی. اینها فکر کنم 12 موردی بود که شما اشارهش کردین و روی هر کدومش حالا همونطور که گفتم باید جزئیات بیشتر وارد بشیم. امیدوارم که یک لایو دیگه بذاریم اگه موافق باشید که بعد روی اونا صحبت بکنیم، چون می‌خواستیم یه مقدار در واقع راجع به راهکارم صحبت کنیم ولی فرصت کافی نبود چون موارد زیاد بود. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از همه کسایی که ممنونم از شما. ما این لایو رو حتما توی صفحه پیج مید اینفینیت میگذاریم و توی کانال یوتیوب و کانال تلگرام هم میذاریم. اگر اونجا براتون راحت‌تر هستش که مطالب و گفتگوها رو دنبال کنید میتونید در اون شبکه‌ها ما رو دنبال کنید و اگر احساس کردید که این موضوعات براتون مفید بوده حتما با افراد دیگه‌ای هم که فکر می‌کنید براشون مفید است به اشتراک بذارید. ممنونم از شما. هر سوالی هم که داشته باشید زیر پستی که گذاشته میشه و از ما بپرسید یا دایرکت بدید، حتما سعی می‌کنیم تو لایو بعدی در موردش صحبت بکنیم. شما هم اگر صحبتی دارید بفرمایید که بعد خداحافظی کنیم. خیلی ممنون. من یه کوچولو صدای شما آخر با دیلی داشتم، بخاطر همین با دیلی دارم پاسخ میدم. مرسی از دعوتتون نصیبه جان. فقط من یک نکته رو قبل از خداحافظی به عزیزان بگم. این چند تا نکته‌ای که امشب با هم دیگه مرور کردیم رو محبت بکنید عزیزان دلم، درون خودتون، یعنی انگشت اشارتون روی پارتنرتون نباشه. تا الان درون خودتون باز بکنید، یه نمایی به خودتون داشته باشید، دیدی داشته باشید، ببینید که کدوم یکی از این اشتباهات رو دارید تو رابطتون یا اگر رابطه شما به هر دلیلی تمام شده داشتید، به خاطر اینکه خیلی از در واقع مداخله های کوچولو کوچولو میتونه تغییرات بسیار بزرگ رو ایجاد بکنه و از درون خودمون که بعد در لایف های بعدی که میخوایم حالا راهکارهای مقابله رو بهشون اشاره بکنیم، اون موقع دیگه میدونید نیازتون دقیقاً چی هستش و کدوم یکی از این راهکارها میتونه برای شما عزیزان کارآمد بشه. ممنون از شما، ممنون از همه عزیزان. روز و شب همتون بخیر. خداحافظ. شبتون بخیر. خدا نگهدار.